سلام. برای تبدیل ریال خودمون به رمز ارز نباید مستقیم از صرافی ایرانی واریز به ولتون کنیم، چون اکثر سایت و مارکت پلیس ها به صرافی ایرانی حساس هستند و اگر ولتون شناسایی بشه ممکنه که بند بشیم. بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که اول در صرافی اون ریالمون تبدیل به رمز ارز مثل تته یا ریپل کنیم، بفرستیم به صرافی خارجی. در صرافی خارجی اون رمز ارز مورد نظرمون مثل اتریوم، سولانا خریداری کنیم و بعد به ولتون انتقال بدیم. در این ویدیو این پروسه رو با هم دیگه انجام میدیم. بریم روی اسکرین. صرافی ایرانی که من استفاده میکنم نویتکس، که میتونیم ریال خودمون تبدیل به یک رمز ارز کنیم و بعدا بفرستیم به صرافی خارجی. من لینک رفرال خودمون در قسمت دیسکریپشن میذارم که با 15% تخفیف معاملات میتونید که ثبت نام کنید و بعد از ثبت نام با انجام احراز هویت به سطح 2 میرسید و خیلی راحت میتونید که واریز و برداشت رو شما انجام بدید. ما در صرافی نویتکس به دو بخش نیاز داریم. بخش اولش داشبورده که باید ریالمون رو واریز کنیم. برای این کار در قسمت داشبورد من روی گزینه واریز میزنم. وقتی که روی گزینه واریز زدم، گزینه اولش اینه که انتخاب کارت بانکی. من یکی از کارت بانکی هایی که موقع ثبت نام اینجا ثبت کردم انتخاب میکنم. در قسمت مبلغ واریزی اون مبلغی که میخوام واریز به صرافی کنم و اینجا با انتخاب کنم. خب به صورت مثلا 5 میلیون اینجا انتخاب میکنم و بعدا واریز شتابی که بزنم خیلی راحت واریز به خود صرافی میشه. وقتی که حساب صرافیمون رو شارژ کردیم اینجا برای ما نمایش پیدا میکنه. به صورت مثلا من 1600 واریز کردم، میبینید که اینجا به من نشون میده. دومین بخشی که مورد نظر ما هست قیمت لحظه‌ایه که در این تسک بارها ما میتونیم پیداش کنیم. من قیمت لحظه‌ای رو پیدا میکنم. در قیمت لحظه‌ای ارزهایی که در صرافی نویتکس لیست شدن به من نشون میده. الان ما میبینیم که مثلا بیت کوین، تتر و خیلی از رمز ارزها اینجا لیست شده که بازار تومانی شما نشون میده. اگر بخوایم بازار تتر و همون دلاری شما نشون بده، خب من بازار تتری انتخاب کنم. الان مثلا بیت کوین 63 نوشته، خود اتر مثلا 3000 و اینا به صورت دلار. من میخوام ریالمو رو تبدیل به یک رمز ارز کنم که کمترین کارمزد رو داشته باشه. من خودم از ریپل استفاده میکنم و در صرافی ریپل میخرم و بعدا به صرافی خارجی انتقال میدم، چون کمترین کارمزد رو برای انتقال از من میگیره. خب من در بازار تومانی ریپل انتخاب میکنم. میبینید این ریپله. در این قسمت من روی گزینه معامله میزنم. وقتی که روی گزینه معامله بزنیم برای ما وارد صفحه خود معاملات ریپل میشه که میتونیم خیلی راحت خریدمون رو انجام بدیم. خب دوستان، اینجا که خود چارت شما نشون میده که باش کاری نداریم. در قسمت اسپات اینجا به یک فروش و خرید رو نشون میده که ما میخوایم بخریم، ریال داریم و میخوایم خریدمون رو انجام بدیم. خب دوستان، الان میبینیم موجودی ما رو 1600 نشون میده و ما میتونیم با این مبلغی که داریم ریپل بخریم. در این قسمت با قیمت معین خودمون میتونیم یک قیمتی تعیین کنیم و با اون قیمت برای ما خرید کنیم، به اصطلاح اوردر گذاشتن. ولی اگر نیازی نبود و میخواسته که خیلی سریع شما خرید کنید، شما اینو روی با قیمت بازار میذارید و این حد اکثر قیمت رو برای شما انتخاب میکنه. خب دوستان، من اینجا 50 تا ریپل وارد میکنم که بتونیم اندازه 50 ریپل خرید کنیم. میبینید 50 ریپل به ما گفته مبلغ کد حدود 1,580,000 تومان میشه و کارمزدش هم حدود 2 ریپل هست. خب من روی گزینه خرید میزنم. میبینید که درخواست معامله با موفقیت ثبت شد و چیزی که داریم چک میکنیم الان در قسمت داشبورد میتونیم چک کنیم که آیا برای ما خرید انجام داده یا نه. خب میبینیم که خرید رو برای ما انجام داده با قیمت 31,700 و اون مقداری که با توجه به اون کارمزد به ما تحویل داده حدود 41.8 ریپل هست. ما الان ریپلمون رو خرید کردیم و باید بفرستیم به صرافی خارجی. برای این کار نیازه که من روی گزینه برداشت ریپل بزنم. روی برداشت ریپل که زدم اینجا رمز ارز رو میبینیم که ریپل برای ما انتخاب کرده. شبکه برداشت رو دوستان حتما دقت کنید با شبکه برداشت خود صرافی یکی باشه. در غیر این صورت ممکنه اون رمز ارز و اون دارایی که دارید انتقال میدید روی شبکه اشتباهی بره و
در اکثر اوقات این دیگه بازگشت نداره. خب من شبکه برداشت رو روی خود ریپل میذارم. الان یه دونه آدرس ریپل مقصد از ما میخواد. آدرس ریپل مقصد آدرس ریپل صرافی مونه. خب من الان وارد صرافی بین ایکس هم میشم و اونجا میتونیم که آدرس رو دریافت کنیم. دوستان بذارید من برای این کار وی پی ان رو روشن کنم، چون خود صرافی بین ایکس جدیداً به ایرانیان خدمات نمیده و بدون احراز هویت ما میتونیم از صرافی بین ایکس استفاده کنیم و حتما هم از یک وی پی ان آی پی ثابت استفاده کنیم. خب من وی پی ان رو که روشن کردم، بریم وارد صرافی بین ایکس اون بشیم. در صرافی بین ایکس برای دریافت اون آدرس ریپلمون برای گزینه دیپازیت بزن. خب من روی گزینه دیپازیت میزنم. خب دوستان من وارد بخش دیپازیت شدم. اینجا اون کوین یا ارزی که من میخوام آدرسش دریافت کنم و باید بنویسم. روی سلکت میزنم. خب من ریپل از قبل اینجا سرچ کردم برای من آورده، ولی اگر خواستید دو شما XRP رو سرچ کنید XRP برای شما میاره. خب اینجا سلکت نتورک، اونجا ما ریپل رو انتخاب کردیم. در این قسمت هم ما باید ریپل رو انتخاب کنیم که مشکلی به وجود نیاد. خب من ریپل رو انتخاب میکنم. اینفو آدرس که اینجا من ویو آدرس رو بزنم. در این قسمت به من دو تا آدرس میده. یک خود آدرس، دومی تگه که حتما باید شما این تگ رو وارد کنید. خب من اول آدرس رو کپی کنم. آدرس رو که کپی کردم اینجا در قسمت آدرس ریپل مقصد من اینجا واردش میکنم. همونجور که میبینید گزینه دومش آدرس تگ و ممو. خب من اینجا تگم کپی میکنم. مقدار برداشتی، اینجا ما اون مقداری که میخوایم انتقال بدیم میتونیم انتخاب کنیم. حالا حد اکثر یا حداقل مثلا 20 تا 30 تا XRP. حالا من میخوام همش انتقال بدم. من روی انتخاب میزنم همشو. اینجا کد شناسایی دو عاملی یا همون گوگل اتنتیکیتور، حتما اینو روی هم صرافی ایرانیتون هم روی صرافی خارجیتون ست کنید که یکی از نکات امنیتیه. من چون روی گوشی دارم اینجا پیداش میکنم که وارد کنم. خب من الان کد دو عاملی رو دوستان وارد کردم، به درخواست برداشت میزنم. اینجا هم یک کد برای خط من میاد که اینجا وارد کردیم. حالا من چون نمیخوام برداشت بزنم، اگه اون اسمسی که میاد من کد اینجا وارد کنم، تاییدو که بزنم دیگه واریز میشه به خود صرافیمون. من حالا در صرافی بین ایکس واریز کردم که وقتی که شما واریزتون رو انجام بدید، برای اینکه متوجه بشید آیا واریز انجام شده یا نه، کافیه که روی قسمت اسید و دارایی‌هاتون برید، روی گزینه فاند اکانت بزنید. در این قسمت اون موجودی صرافیتون رو نشون میده که حالا من چون از قبل یه 23 دلاری واریز کردم به من اینجا نشون میده. شما اگر خواستید که اون رمز ارزتون حالا تبدیل به تتر کنید، اینجا asset لیست میاره که اون لیست دارایی‌هاتونه. میبینید که اینجا مثلا من قبلا واریز کردم، مثلا من میاره که XRP بوده 23 دلار دارم. برای اینکه این XRP رو من تبدیل به تتر کنم، کافیه که در قسمت ترید من بزنم که مثل صرف ایرانیمون دوباره اینو تبدیل به تتر کنیم. من USDT رو میزنم. برای وارد خود صفحه XRP USDT میشه که بتونیم بفروشیم. حالا این من اسکیپ میزنم که برای آموزشه. چون ما میخوایم بفروشیم الان باید سل بزنیم، یعنی گزینه سل رو من در این قسمت انتخاب میکنم. اینجا همونجور که میبینید مارکت داره و لیمیت که مثل خود صرافی ایرانیمون. مارکت یعنی اون حداقل فروش رو نشون میده که قیمت رو، و اینجا من روی مارکت میذارم که خیلی زود فروش بره و اینم همش انتخاب میکنم. روی سل XRP من میزنم که فروش اتفاق بیفته. میبینیم که الان برای ما همه XRP رو فروخته و تبدیل به تتر شده.
حالا اینجا شما باید تصمیم بگیرید که چه رمز ارز رو میخواید به کیو پولتون انتقال بدید. اگر میخواید که اتریوم بخرید در این قسمت که میتونیم سرچ کنیم، حالا من براتون میارم که سرچ کنیم. به صورت مثال اگر تتر خواستید شما ETH/USDT، همین ETH رو شما که سرچ کنید براتون میاره. الان ما میبینیم همون گزینه اول ETH/USDT آورده. یا اگر خواستید که سولانا خرید کنید و به خود ولتتون انتقال بدید، اینجا باید سول سرچ کنید که من اگه مثلا سول رو سرچ کنم برای من میاره. خب به صورت مثال ما سولانا میخریم، سول. خب الان صفحه خود سولانا آورده بخشی که ما میتونیم خرید و انجام بدیم. خب دوستان الان ما باید سولانا بخریم، پس بعد این قسمت رو روی گزینه بای بذاریم. روی گزینه بای میذارم. الان میبینیم که موجودی که من دارم حدود $23 که میتونم سولانا بخرم. روی مارکت هست، من همه اینو انتخاب میکنم و میبینیم که الان من بای سول رو بزنم برای من خرید رو انجام میده. میبینیم که اوردر من الان در قسمت اوردر هیستوری میتونم چک کنم که آیا انجام شد یا نه. بله. و مورد دوم که میتونیم چک کنیم در قسمت خود فاند اکانت هست که میبینیم مقداری که برای من خرید کرده 15 سولاناست به قیمت $23. خب الان ما اون رمز ارز رو خرید کردیم، سولانا رو میخوایم بفرستیم به ولتمون. کاری که باید انجام بدیم اینه که در قسمت خود asset گزینه ویدرا رو بزنیم. روی گزینه ویدرا که زدیم بر ما میاره که چه کوین و چه رمز ارزی رو میخوایم انتقال به ولتمون بدیم. خب من اینجا انتخاب میکنم، چون سولانا دارم سولو برای من میاره، انتخاب میکنم و اینجا یه دونه آدرس از من میخواد. میتونیم آدرس ولتمون رو اینجا باید بذاریم و ولتی که برای سولانا هست ولت فانتوم. من بهتون پیشنهاد میکنم که یکی از ولت‌های خوب شبکه سولاناست. شما آدرستون رو کپی میکنید در این بخش میذارید و در قسمت نتورک اینجا اون نتورک و اون شبکه که میخواید، چون فانتوم شبکه اصلی خود سول هست، پس اینجا حتما باید سولانا رو انتخاب کنید که اینجا سولانا رو شما انتخاب بکنید و نتورک هم که روی شبکه سولانا هست. و در این قسمت اگر من رو گزینه ویدرا بزنم یه دونه دوباره خود گوگل اتنتیکیتور از من میخواد که اگه کد رو وارد کنم ارسال به خود ولتون میشه. پس در کل اگر ما بخوایم ریالمون تبدیل به یک رمز ارز کنیم و بفرستیم به ولتمون، اول باید از صرافی ایرانی یک رمز ارز مثل ریپل یا تتر خریدار کنیم، بفرستیم به صرافی خارجی. در صرافی خارجی ما میتونیم اون رمز ارز نهاییمون رو خرید کنیم و با خیال راحت انتقال به خود ولتمون بدیم. اگر این پروسه رو انجام بدیم احتمال بند شدن ولت ما پایین میاد. تا دیدار دیگر، بدرود.